هر که وتی پیما وتی جاگاه ها که اگر کم ممکن اطلاعی نسبت به یه مسئله که هنو پیش یایگن بلوچستان و سواحل مکران تو که هستی گوره نگرانه. طرح یهته به نام طرح توسعه سواحل مکران نام همشیه، طرح توسعه سواحل مکران. یه طرح لوتی 3 میلیون یا 2 میلیون و نیم جمعیت نوکی چست بکن تو بیارید یه منطقه توکا یعنی سواحل مکران بنندینی. سواحل مکران کجا گوشن؟ چه بندر تیابا یعنی چه بندر عباسی گورا، چه میناب گورا و بندر عباسی گورا بگیر تا برو نزدیک کراچی ها یعنی دریایی که را حساب بکنه، چه برز نمیگه لسبیله ها چنین گوهن تا سرباز و رنچ سرباز ها. این منطقه تا ایران شهر شما مکران گوشنده. یه منطقه مزنی که مکران نامی یک مزنی بحری آیه دریایی کشایی 1000 کیلومتر. می این شپیگیم بحثی که خبری کنگانی درستی دریا چه اول تا آخر نه اینکه تا کراچی برو بگیرید، نه چه بندر تیابا تا گواتر یه منطقه قراره 2 میلیون و نیم جمعیت نوکین بیارن تو بنندینند. نامی طرح توسعه سواحل مکرانه. کدی یه طرحیته پیش حال برین من عکسیم شما پیش دارم کم گشته مفهوم ببینید شما چما بگندتی یه صفحه لپتاپ چه سواحل مکران شوشنته پیسر یه منطقه نام بوده سواحل عمان، یعنی اوایل سواحل مکران بوده قدیم الایام، بله مدت ها بوده که برای یه سمتا یه نیمگا که هن نقشه تو که پیش نداره گاهی یه نیمگا یه منطقه گوشانت عمان یا امارات، یه قسمت امارات یه جاگه عمان اگه رنچی نیمگا چیک نقشه که یه شپا عمان بی یه دریا مدتی بوده نام عمان بوده. از سال 1387 نام تغییر کنگ یواش یواش مدیای توکا شروع بود، بچه که خامنه ای دستور داده گد گوشتی که چرا به بعد ما باید توجه بکنیم به سواحل مکران. دقت بکنید از سال 1387 خامنه ای یه خبر گوشت در یکی از ملاقاتانی که فرماندهان ارتشی کتگد و نیروهای نظامی گوشتی که ما از سواحل مکران غفلت کته چرا به بعد باید اهمیت دهیم. چون لفظ مکران ایشان به عنوان هدیه رهبری به مردم بلوچی نام شروع کو گوشگش. در سال 1190 خامنه ای جند یک سفر یحت کسی ندی آپیما بچه که چرکایی یحت و چرکایی شد نماوتی پیم سر رفت یحت شد باز مردمانی سعی نکو که برندی تو بگندید. این سفر تفریحی، سفر گردشی و سفر بازدیدی خاصی نه، حتی بود سفری برای یحت فقط منطقه ها اهمیت گشتر بکنته برای دل نظامیان مخصوصا که هستن. 1390 یه منطقه خامنه یحت و رب چای ربا رند برنامه و طرحان شروع بودن به قدرت ها اجرا کنگا. اما فهمی که شما یاد 88 خامنه یه سفری کتگت کردستان رنچ آیا بگرو به بند اهل سنت بازگرگ بودن شروع بودن تو بازین اهل سنت زندانی بودن تو رنده شما حال احوالان اش کتن که زندانیان کرد زندانیان اهل سنت کرد همچین حالت شما حالا در مقیاس متفاوتی تصور بکنید. خامنه یحت شد برنامه‌ها شروع بودن طرحان طرحیت به نام طرح توسعه سواحل مکران.